استاد یه سوال دیگه که خواستم از حضور شما بپرسم و نظرتون رو بدونم راجع به زندگی پس از مرگ هست. خب همطور که میدونیم در سوشال مدیا یا تحقیقاتی که انجام شده توسط اساتید، دانشمندان، دکترها خیلی به این موضوع توجه نشده، یا اگر هم توجه شده اونقدری نبوده که مردم اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن، افزوده بشه بر اطلاعاتشون. خواستم نظر شما رو راجع به این موضوع بدونم و برامون بازش بکنید. ممنون. مهسا جان، چه سوال بسیار خوبی کردی. این واقعا هر کسی، معمولا انسان ها در هر کجای دنیا که هستن، همیشه این مسئله مرگ و دنیای بعد از مرگ براشون خیلی جالب بوده. و البته خب هیچ کس هم نرفته از این دنیا برگرده. البته بعضی برگشتن، ولی حالا به اون صورتی که ما قبول داریم، یعنی انسان قبول داره. من چند تا نکته میخوام اینجا بگم و حالا بعد دیگه باز هم مثل همیشه قضاوت با خود افراده و اینکه چی رو باور کنن. اول اینکه این ترازویی که باهاش اندازه گیری میکنن که آیا دنیای پس از مرگ وجود داره یا نه، این عزیزان ترازوی درستی نیست. یعنی چی؟ فرض بفرمایید که شما یه دونه الماس 5 قیراطی دارین و اینو میرین با یک ترازویی که این ترازو برای کشیدن آهنه، برای وزن کردن مسائل خیلی بزرگی، و این ترازوهاشون هم حالا جمع میکنید به اصطلاح های تک شده، ولی قبلا یه ترازویی بود و این اندازهش فرق کرد. اون ترازویی که باهاش آهن 100 کیلو آهن رو میکشن که نمیتونه به ما دقیقاً بگه که 5 قیراط دایموند آیا 5 قیراطه یا 4 پوند، نمیدونم مثلا 90. یکی این درست نمیره و درست نیست وسیله، و یکی هم اینی که باز دنیای علم که اینا بهش اشاره میکنن. علم چی؟ چه مقدار علم؟ علمی که تا الان ما میدونیم چیه. خب یه نگاهی باز به گذشته بکنید، ببینید این علم چقدر تغییر کرد. شاید هم تغییر نکرد، آگاهی ما به این علم تغییر کرد. آگاهی که ما الان داریم در مورد خودمون، چگونگی کار بدن، چگونگی کار جهان هستی، تمام اینا با آگاهی که حتی شاید واقعا 10 دقیقه قبل بوده فرق میکنه. الان که بسیار سریع همه چی جلو میره. فرض بفرمایید که سیب همیشه از درخت میافتاده، ولی یک نفر به خصوص توجه کرد چرا این سیب میفته و قدرت جاذبه زمین رو کشف کرد. خب همیشه میشد که هواپیما ساخته بشه، ولی زمانش اگه قبل از اون که ساخته بشه یک صحبت میکرد در ملأ عام، حالا همیشه خواص هستن، نابغه ها هستن که قبول میکنن یه جور، حالا باید درستش کرد، ولی معمولا مردم معمولی تا چیزی با چش خودشون نبینن باور نمیکنن. اینا میگفتن مثلا ما یک چیزی میخوایم بسازیم رو هوا پرواز کنیم، مسخره میکردن، قبول نداشتن. علم ما تا کجا که همین تا چند سال پیش کلیسای مسیحیت تازه معذرت خواهی کرد، گفت ببخشید بله زمین گرده، ما حالا قبول داریم زمین گرده و هزاران از این ماجرا که این علم تا اون موقع ثابت نکرده و چون نمیدونستن. این مسئله مرگ و جهان پس از مرگ هم به همین صورتی. ما نرفتیم بمیریم بریم برگردیم اینجا، احتمالاً گفته این عزیزان، ولی ما شواهدی داریم، ما اتفاقاتی که برای اون میفته، برای بعضی اون البته میفته، اون بیان کننده اینه که این جسم ما تمام وجود ما نیست. وجود ما، ابعاد وجود ما گسترده تر از این جسم به اصطلاح خاکی ما هست. به چه معنا؟ من در یکی از زمانهایی که از بدن بیرون اومدم، از بدنم بیرون اومده بودم، من در واقع در همون مکان بودم. ولی بدن فیزیکی ما حس نمی کردم،
و بعد تمام افرادی که اونجا بودن من با ذهن اینا یکی شدم. من میفهمیدم چی دارن فکر میکنن، قلبشون چه جوری داره کار میکنه، میفهمیدم در وجودشون چیه. خب این و برام که برگشتم به بدن، من از اونجا جایی نرفته بودم. من همونجا بودم که واسه بودم. این مسئله برای من تو بیمارستان که بسیار زیاد داشتم این تجربه های آتاف بعد از بدن بیرون اومدم. یکی تو بیمارستان بود وقتی که با من کار میکردن و بیماری شیمی درمانی میشدم. به شیمی درمانی حساسیت نشون دادم و یک آن دیدم که من تمام هستیم. یعنی من هر چیزی که میدیدم دور بر خودم تو بیمارستان بودم، ولی وجودم مرزهای وجود خاکیمو حس نمی کردم، ولی تمام آگاهی که اونجا بود رو حس می کردم، میدونستم. برون که سرم برگردونم 360 درجه من دوستم ببینم چشمان، ولی نه چشمان که بسته بود اون موقع. من از همه دکترها ریختن بالا سر منو، فکر کردن که من حساسیت دارم و دارم از بین میرم. به طرز عجیبی من اون تجربه برام جالب بود، چون و پیس و آرامشی که داشتم اینا تو بدن فیزیکیم نبود. این یه حالت نوعی نیست، من میدونستم، حس میکردم. خب این وقتی این تجربه من پیدا کردم و بعد البته من برگشتم به بدن و همون موقع هم دکتر گفتن که ما اینو گرفتیم. یعنی من کار میکردم، منو برگردوندم به این جسم خاکی به اصطلاح. دردی هم نداشتم، هیچ دردی نداشتم اون موقع که من از بدن منم بیرون. یک قسمتی از وجود من، قسمتی از وجود من با بدن خاکی، با بدن که من لمس میکنم جدا شد. نه درد داشتم، نه ناراحت بودم و آرامش و پیسی که حس میکردم فوق العاده. خب این به من نشون میده که یک دنیای دیگری هست، یک قسمت دیگه از وجود من هست. منم جایی نباید برم، همین جاست. و این تجربه من اون موقع کردم. بنابراین میخوام خدمتتون عرض بکنم که افرادی که میان و من بعضیشون بسیار احترام براشون قائلم، ولی با چه قدرت و سماجتی میگن که آقا هیچ دیگه باید از این بدن فیزیکی نیست. خب بیچاره مولوی و بیچاره عطار و بیچاره نمیدونم دهلوی و همه اینا، حافظ و سعدی، تجارب این چنینی کردن، از شعر کمک گرفتن که اینو زیبا به ما اطلاع بدن. من شاعر نیستم، نمیتونم بگم، میام بیان میکنم و اینو اصراری هم نداریم یکی دیگه بدونه، چون اگر تجربه نکنن خیلی سختی براشون. حالا دنیای علم الان ببینید چه خبره. حالا انشالله دنیای علم پیشرفت میکنه، بیشتر ما آگاهی پیدا میکنیم و میتونیم تجربه 100 سال دیگه بفهمیم. بابا همه میتونیم تجربه بکنیم، ولی حالا چون دونستیم و میتونیم بکنیم حتما نمیکنیم تجربه که. یعنی این تجربه برای افرادی هست، بعد یک مرحله رو طی بکنیم بتونیم به اونجا برسیم. مثلا دندون بچه که به دنیا میاد تمام اون امکانات درش هست، بعد دندونش به وجود بیاد، بعد ماسلاش قوی بشه، بعد پوستش چی بشه، چشمش چی بشه. اما روز اول که نیست که. بعد که به مرور میره تازه بخصوص دندون خیلی چیز جالبیه، چون این همین رشد روحی ماست. شما این اول که دندون نداره بعد بهش مواد غذایی، اگه شما روز اول که این دندون نداره چلو کباب به این بدیم، بگیم با دهن که داره که زبونش هم هست بخور دیگه، میمیره، از بین میره. این بعد رشدشو بکنه تا بتونه که بعد از شیر غذای نرم بدن، بعد همه مراحل و شما بشینید سر توی یک رستوران یک چلو کباب خوشمزه ایرانی رو میل کنید. همه اینا زمان میبره. آیا همه حالا که دندون دارن چلو کباب میتونن بخورن؟ نه، یه عده ندارن، یه عده اصلا بعدشون میاد. یعنی اصلا رشد دیگری باید، یک داستان دیگری داره. ممنون از این همه محبت و سوالای زیبایی که از من میکنیم. امیدوارم که برای یه عده این سوالای من جوابایی که ما میکنیم مفید باشه. ممنونتم.